چهار صحابه بالای اصل نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام آماده شدند، آمدستند. فایرشون کرد، جهشون زد، گفت نزد من بیاین. اینها کیا بودن و برای چی اومدن؟ برادر عزیز با دقت گوش کنین. عمر ابن امیه بود، عبدالله ابن حذیفه بود، دیهیا ابن خلیفه بود، خاطب ابن ابی بلته بود. اینها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام اومدن برای چی؟ پیسمو نوشتن در دستشون داد پیامبر صلی الله علیه و سلام، گفت میرای پیش پادشاهی ابیسینی، پیش پادشاه ابیسینی میرای پیسمو رو میتی. دیگریش داد نزد پادشاه فارس میرای پیسمو رو میتی. و دیگریش داد گفت نزد پادشاه روم میرای ایش میتی. و دیگریش داد گفت نزد پادشاه مصر میرای پیسمو رو میتی. پادشاه دا دورای پیامبر صلی الله علیه و سلام دا اکنون اینها سفر کردن برو اومدن راه پیش پادشاه باید بروند. گوش کنید چی گپ میشه. این پریمیر سال 629 سال بود، 7 سال بعد هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلام که بگیم در همه دنیا اوضاع شده بود. علاقه پیامبر اومده مثال برای نید نه تنها عربا یا که قریشی ها بلکه برای تمام عالم. فهمیدین؟ این چهار صحابه را پیامبر صلی الله علیه و سلام ویبر کرد و رایشون کرد که پیسمو را برین در دست این امپراتورها، این بگیم پادشاه ها رسونید. دیهیا ابن خلیفه الکلبی را صحابه را پیامبر صلی الله علیه و سلام به امپراتوری ویزانتیس که درای کرده بود، هرکل میگفتن، گفت انم درای کرد. وقتی که اومدک به نزد پادشاه گوبرناتورش را پیشواز گرفتک، گفت بیا مرحمت که خوش اومدین. در اومدک وقتی میگه پیسمو را گرفتک، خون یکشان سوره از قرآن بود مثال نوشته جدای پیامبر صلی الله علیه و سلام. میگه این شخصیت ایمان آورد، این پادشاهی بود که هرکل میگنش، میگفتنش این پادشاه چی ویزانتیس کی امپریا ایمان آوردک. میگه مردمش هم حیران شد، حیرت موند. میگه از دست خودی همین مردم میگه کشته شده این پادشاه. ببینید کشتنش این پادشاهشون. عمر ابن امیه باشد و پادشاه ابیسینی را ببینید حبشستان میگه وقتی که پیسمو را میگه گرفت نزد این پادشاه اومدک، وقتی در اومد واریتش دودک، وقتی که خوندن میگه پادشاه از جوش خست، میگه دایتون باشه این پادشاه حبشستان صحابه پیامبر در وقتش دعوت مثلا قبول کرده بود، زشت کرده بود. میگه وقتی که خوندک میگه خست، میگه سجده کرد، میگه و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. ایمان آوردک. میگه این پادشاه میگه اینا هیچ نگفتن خالص خلاصه. خب پادشاه حبشستان قید کرد ابیسینی، گفت من اگر میتونستم، گفت پدر و مادرم فداش من میرفتم، گفت نزدش، گفت نه که گفت نمیتونم رفته. این قدر صحابایی که در گموز شهرش دولت بودن میگه که ابن امیه گفت که امیر گفت روی که به مکه را مسجد مدینه را برام رویشون که بیان، گفته همه خواهش هم پروز برکت. میگه خیس، میگه همه شروع کرد، میگه گیری برین. گفت صحابایی که در پیش بودن همه که پیامبر دیده بودن اینها رو روی کرد نزد پیامبر خیسن رفتن. عبدالله ابن حذیفه میگه نزد پادشاه فارس اومد. میگه وقتی که اومد میگه پیسمو رو وقتی که دادک به پادشاه فارس نزد ما اومد. میگه وقتی خونده سبدن به نام خداوند بخشنده و مهربان ای نام پیامبر صلی الله علیه و سلام. وقتی که میگه اینجا رسیدک میگه خوندن، میگه پادشاه فارس میگه کثیر بود چی بود نامش خلاصه سرش ویران شد. ایرا بگو هیچ کیه با خودش پیسمو نویسه اومده یک مثال خدمتگروی من نمیشه و بچه خدمتگروی من گفت چه بوی پیسمو نویسه نام خشه آورده اومده اینجا مرا داده. میگم خب میگه گیرفت، میگه همین پیسمو پیامبر میگه دروند، میگم خب پارت اف، میگه وای سر کرد. میگه صحابه میگه وقتی که این خبر اومد به پیامبر صلی الله علیه و دست برداشت دعا کرد، گفت یا الله سبحانه و تعالی کیسرا بود. میگم کیسرش خیلی که مثلا بوم گرمی کاغذ در اون تیت کرد پارتوف این گونهش که گفت مقصد. میگه یک زمانی بود، میگه بچهش میگه شهروز بود، با فکر میگه خدا نکنم بچهش میگه شب خواب بود، میگه اومد میگه کارچخت میگه زدش، میگه تیتش کرد، میگه پاچوی فورسا کشتش، میگه کشته شد. ببینیم دوره ببینیم پیامبر دعا کرد که تیت پورش که مثال امپریاش هم خودش میگه даже داتا точно داتا روش پیامبر صلی الله علیه و گفت که مثلا کایم کار میشه این چونون هم شد. میگه از دست فرزندش میگه کشته شد و میگه امپریاش میگه از دست در خلافت حضرت عمر ابن الخطاب سعد ابن ابی وقاص اومده بود، میگه فورس میگه شکست داده بود. پادشاه مصر در صحابه به نام خاطب ابن ابی بلته میگه روان شد، میگه سفربر شد نزد اومد. وقتی که اومد میگه پیسمو را دادش، میگه وقتی که خوندن به نام خداوند بخشنده و مهربان و از نام پیامبر صلی الله علیه و سلام شما را دعوت میکنم به اسلام بیارین و در اسلام شما مثلا безопасность مثلا وقتی که اسلام اومدین خلاصه. میگه وقتی که این چیزا رو خوند میگه پادشاه مصر میگه خیست، گفت من میدونستم که پیامبر میاد، یعنی که من فکر کردم که از شام میاد، ولی چون که میگه بسیاری پیامبرها میگه از شام اومده بودن. خلاصه گاستپری میخشوش کرد، میگه صحابه پیامبر مثل خاطب ابن ابی بلته با خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلام بعدن میگه این هم اسلام آورد. میگه خلاصه پادشاه مصر هم ایمان میاره. بعد از همین ان شاء الله اسلام در دیگر دولت‌ها دیگر جاها راست بستن کشیدن میگیره، خیلی افزایش میاره و بعدا بودلش هست. ان شاء الله ما میخوام نقل کنم بعدش ما ببینیم تصویرتون خدا خواسته باشه نقلش میکنیم. سلام علیکم و بناشید بعد پیش سکن فکرتون رو بنویسین. سلام علیکم.